نیروی هوایی ایران چه جنگنده هایی داره؟ اگه از جنگنده F4 فانتوم بخوایم شروع کنیم، میتونیم بگیم حدود 60 فروند ازش موجوده و یه هواپیمای سرعتی با توانایی پرواز تو ارتفاعات کمه که با انجام سوختگیری در هوا اجازه انجام عملیات‌های عمقی رو بهمون میده. جنگنده F14 دست کم 30 فروندش عملیاتیه. این شاهکار نسل 3 مجهز به موشک‌هایی با برد 60 تا 100 کیلومتر و رهگیری اهداف و هدایت موشک‌های دور برده. دو موتور طراحی شده و بالهای متحرک داره. میگ 29 این جنگنده که حدود 24 فروندش موجوده، مانورپذیری بالایی داره و با موشک R73 و R60 مجهز شده. همینطور میتونه راکت انداز و بمب سقوط آزاد هم حمل کنه. سوخو 24 میشه گفت از تخصصی ترین جنگنده های تهاجمی کشوره که حدود 40 فروند از اون عملیاتیه. این جنگنده دارای موشک های لیزری و موشک ضد رادار خواب 58 که توان پرواز 24 ساعتش خواب از دشمن میگیره. یاک 130 یک جنگنده آموزشی رزمی روسیه که در واقع شبیه سازی برای جنگنده های نسل 4 و 5 به حساب میاد و میتونه استفاده رزمی داشته باشه. اما شاید یاک 130 پیش زمینه حضور سوخو 35 باشه. اما از طرف دیگه بر اساس برخی اخبار و شواهد، جنگنده های پیشرفته سوخو 35 روسی هم انگار وارد کشور شدن و ممکنه از اونا به زودی رونمایی بشه و ترکیب قدرتمندی رو برای نیروی هوایی کشور آماده کنه و دلیل حضور جنگنده یاک 130 در کشور رو روشن‌تر کنه.